درود بر شما یاران دوست داشتنی. در ابتدای تابستان 1403 با گپ و گفتی خودمانی در خدمت شما هستم. من علی صحاب هستم، سخنگوی سیستم نافرمانی مدنی که از سال 1394 بهمن ماه براتون پادکست می نویسم. البته 300 خورده برنامه تلویزیونی هم داشتیم و برنامه رادیویی که اونها جداست. دوستان، ما امروز میخوایم در مورد یک فعل نکوهیده صحبت کنیم: دزدی فقط این نیست که شما برید دستتون رو بکنید تو جیب یه نفر دیگه و کیف پولشو بردارید. این که در جمهوری اسلامی سیاستمداران مثل خانواده قالیباف و خانواده خیلی از سران آخوند رژیم، ما هزاران بار در موردش با هم صحبت کردیم، پول رو میگیرن میبرن به کشورهای غربی، از ترکیه بگی که تو غرب ایران، تو اروپا، آمریکا، و اونجا برای خانواده خودشون، برای انگلزاده ها، بهش میگن آقازاده، کسب و کاری راه میندازن. این میشه دزدی، اختلاس. مثل کاری که بابک زنجانی کرد که داشت پولشویی میکرد، 2-3 میلیارد دلار گذاشت جیب خودش. مثل کاری که مرجان شیخ الاسلامی آلاغا و باندش کردن، 6 میلیارد دلار گذاشت توی جیب خودش و رفقاش. مثل کاری که محمود خاوری کرد. اما فقط دزدی شامل استراکچر و ساختار قدرت در جمهوری اسلامی نیست عزیزان. که آیا در اپوزیسیون دوست هست؟ بله، ما انسان‌هایی رو می‌بینیم که شغلی دارن به نام مبارزه با جمهوری اسلامی. اینا قصد براندازی و سرنگونی ندارن و نه، از راه مبارزه با رژیم جمهوری اسلامی درآمد دارن. خانم مهرانگیز کار، همتون میشناسینش. ایشون اسم شوهرشون رو که میدونید نویسنده بود، من عمدن اسمش نمیارم، در ایران ممنوع الخروج بودند، از طبقه 4 از آپارتمانشون خودشون رو به پایین میندازن، متاسفانه در این خودکشی جان خودشون از دست میدن. خانم مهرانگیز کار و دخترشون 3 سال پیش میرن تو دادگاه در ایالات متحده آمریکا و 35 میلیون دلار از جمهوری اسلامی، نه، از مردم بدبخت ایران، از پول مردم ایران که از زمانش اونجا بلوکه شده، غرامت میگیرن. مورد دوم، آقای جیسون رضاییان که در ایران زندان بودن، رفتن غرامت خودشون رو گرفتن و هنوزم ادامه داره. مورد سوم، خانم مسیح علی نژاد گفت من برادرم تو ایران گرفتن، چند وقت رفته زندان و اومد 3.5 میلیون دلار غرامت گرفت. جلوی برادر ایشون در تهران آزاده و یه دفتر انتشاراتی داره و بر ضد پهلوی، تکرار میکنم، بر ضد پهلوی کتاب می‌نویسه. یه کتاب داره در مورد زندانی سیاسی در زمان پهلوی. جالبه نه؟ عجیبه نه؟ گوش کنید. اما بزرگترین کسی که به شعور ما تو این مدت توهین کرده از اپوزیسیون، نه صاحبان این تلویزیون ها هستند که میان میگن به ما کمک مالی کنید تا برنامه بسازیم. اونا نیستن. اونا رو بذارید کنار. اونها رو در یک کاتگوری دیگه میخوایم طبقه بندی کنیم. آقای حامد اسماعیلیون 4-5 سال پیش اومد گفت آی جهان بدانید که دختر من ریرا، دختر کوچولوی من ریرا خانوم و همسرم به دست سپاه تروریست در هواپیمای PS 752 تهران اوکراین کشته شد. من همون روز در موردش برنامه رفتم، گفتم این کار تروریستی بوده، سپاه جنایتکاره، و گفتم بین شلیک موشک اول تا برخوردش به هدف و بعد شلیک موشک دوم و برخوردش به هدف 128 ثانیه فاصله است. بین شلیک موشک نخست تا برخورد موشک دوم 128 ثانیه فاصله بوده و اپراتور، مهندس مسئول و رئیس واحد که گاهی جناب سرگردی بوده، در تمامی موارد می توانستن دکمه خودکشی موشک ها رو بزنن. 2 موشک شلیک شده، نزدن. خب در ایران یه دادگاه تشکیل شد، اسمشون هم گفته نشد. یه نفر محکوم به 13 سال زندان شد، 2 نفر محکوم به 2 سال زندان، یه نفر محکوم به 1 سال زندان. تازه بعدی بود، تجدید نظرش هنوز مونده. حتی اسمی هم منتشر نشد در دادسرای نیروی مسلح. اما اتفاقی افتاد. آقای حامد اسماعیلیون آمد گفت این کار سپاه یک جنایت و یک ترور عامدانه بوده. آمد و در موردش یک فیلم مستند اکران کرد. آمد هر دفعه در توییتر، الان شده شبکه ایکس، و جاهای دیگه به ما گفت که خانواده او رو بیگناه کشتن و 170 خانواده دیگه که فرزندی عزیزی رو در اون پرواز داشتن. هواپیما هم مال شرکت اوکراینی بود. اما یه دفعه عوض شد. ما 2 سال و نیم پیش دیدیم که آقای حامد اسماعیلیون پا وایساد که سپاه وارد لیست تروریستی دولت کانادا نشه. البته شد، به کمک های زحمات که شاهزاده و ملیگراهای ایران کشتن، بالاخره مجلس دولت کانادا و آقای جاستین ترودو سپاه وارد لیست تروریستی دولت کانادا کرد و از مردم ایران
مردم ایران که در کانادا هستند و همینطور شاهزاده رضا پهلوی عزیز کاملا تشکر میکنم. آیا حامد اسماعیلیون چطور شد که از 160 نفر که جزو خانواده های پرواز بودن 160 نفر کشته شدن، 160 نفر هم خانواده‌شون بودن، فقط چرا 4 تا خانواده آمدن و اعلام کردن که سپاه رو تروریست میدونن؟ چرا شما خودت حاضر نیستی بیا بیانیه بدی بگی سپاه تروریسته؟ میدونی چرا؟ چون شما میدانی که دیه دختر شما در ایران 600 میلیون تومنه، فکر کنم میشه 10,000 دلار، اگه اشتباه میکنم من اصلاح کنید. 1 میلیون دلار میشه 60 میلیارد تومان، درسته؟ اما شما میتوانید با شکایتی که کردید نکردید، شکایتی که برخی از خانواده حداقل کردن از شرکت هواپیمای اوکراینی، چون گفتید در شرایط جنگی پرواز رو کنسل نکرده. خب قاسم سلیمانی و مهدی مهندس کتلت شده بودن و شرایطی وجود داشت بین ایران و آمریکا. ایران هم رفت یه پایگاه خالی به نام عین الاسد رو زد. شما گفتید چرا هواپیمای اوکراینی، شرکت اوکراینی کنسل نکرد پرواز رو و الان دنبال گرفتن پول از اون شرکت هستید. میدونید که حداقل 4-5 میلیون دلار به شما میده. 1 میلیون دلار میشه 60 میلیارد تومان. 60 میلیارد تومان کجا؟ 1 میلیون دلار. 600 میلیون تومان کجا؟ یعنی شما برای خون دخترتون و خانومتون میتونید در جمهوری اسلامی نهایتاً 1 میلیارد و 200 میلیون تومان پول بگیرید در شرایط فعلی. اما میتونید چندین میلیون دلار از شرکت بیمه‌ای که اون هواپیمای اوکراین رو ساپورت میکنه پول تلکه کنید. عزیزم الان میگی پرونده سیاسی نکنید. تو این 5 سال پدر ما رو در آوردی، از باز گفتی پرونده سیاسی بوده، جنایت کردی، فلان کردی، ما حرف تو باور کردیم. تو خود دزدی. تو امروز دست از خون دخترت ریرا و خانومت کشیدی برای اینکه پول به دست بیاری. عزیزم تو خودت یه سارقی. تو به ما توهین کردی، به شعور ما توهین کردی. تو 4-5 سال گفتی این جنایت بوده، درست هم گفتی. حالا چطور شد که وقتی پای پول وسط اومد میگی پرونده رو سیاسی نکنید؟ از 170 تا خانواده 166 تاش با سیاسی شدن پرونده مخالف بودن و شما هم میگید سپاه رو جزو لیست تروریستی نذاره دولت آقای جاسین دارو. میدونید چرا؟ چون همه شما در داخل ایران اموالی دارید، ویلا، آپارتمان، شرکت، دفتر، مغازه، باغ، خب، و میترسید که سپاه اونها رو مصادره کنه. عزیزم آقای حامد اسماعیلون، شاید در گذشته دنبال خون دخترت و همسرت بودی، الان دنبال پولی. بی تعارف وقتی برای هواپیمای لاکربی پان امریکن که تو لاکربی اسکاتلند سقوط کرد و بحثش زیاده، حالا بحث هواپیما داشت میرفت اسکاتلند، تو کجا سقوط کرد، هلند چی شد، دولت لیبی چی، فلان و فلانه، من قبلا در موردش صحبت کردم. اگه اینجا کلمه رو پس و پیش گفتم دوستان منو ببخشن. هواپیمای پان امریکن یه پروازی داشت 30 و خورده سال پیش، ماموران اطلاعات دولت معمر قذافی لیبی اونو منفجر کردن با یه بمب. خب 8 تا 10 میلیون دلار برای هر نفر غرامت بالاخره پرداخت شد، درسته؟ انفجار معروف لاکربی. حالا سوال از شما اینه، شما میخوای دنبال پول باشی برای خانوادت یا دنبال عدالت و خونخواهی؟ شما که تا دیروز میگفتی سپاه باید بیاد محاکمه بشه، حتی گفتی خامنه‌ای باید محاکمه بشه، چرا امروز حرفتو عوض کردی؟ چرا امروز شرکت اوکراینی رو داری مقصر قلمداد میکنی؟ مگه تو نگفتی سران سپاه و خامنه‌ای باید محاکمه بشن؟ چرا حاضر نیستی نامه تروریست بودن سپاه رو امضا کنی؟ تو به شعور ما توهین کردی، تو از خون زن و بچت سوء استفاده کردی، تو هم یه دزدی. تو فرقی برای ما و امثال محمود خاوری و بابک زنجانی و مرجان شیخ الاسلامی آقا نداری. تو هم اختلاس میکنی، فقط اونا حداقل به شعور ما توهین نکردن، تو به شعور ما هم توهین میکنی. تو یه دزدی.